مدت‌ها بود حس می‌کردم یه چیزی تو زندگیم کمه. از خودم راضی نبودم. زندگیم انگار معنایی نداشت. خلاصه حال دلم خوب نبود. دلم می‌خواست یک بار تو زندگیم کاری که دوست دارم رو انجام بدم. از اونجایی که به تولید محتوا علاقه داشتم، همیشه می‌خواستم یک کانال یوتیوبی رو استارت بزنم. اما هر بار که می‌خواستم شروع کنم با بهونه‌هایی مثل حالا وقت ندارم، باشه بعداً، تجهیزات ندارم، حسش نیست، استارتش رو به تعویق میانداختم و انجامش نمیدادم. یه روز به خودم اومدم دیدم با همین بهونه‌ها سالها گذشته و من هیچ کاری نکردم. با ناامیدی تو همین افکار غرق بودم که گفتم بذار امتحانش کنم. نهایتش شکست میخورم و این شد که بالاخره کانال رو زدم. الانم نمیدونم چی میشه، فقط میخوام قدم بعدی رو بردارم. اگه این ویدیو رو میبینی یعنی من شروع کردم. تو هم اگه شروع نکردی میتونی همین الان با من شروع کنی و استارت اون کاری که همیشه میخواستی انجام بدی رو بزنی. زیاد سختش نکن، فقط یک گام کوچیک بردار. شده همون ایده رو بنویس و بچسبون به دیوار اتاقت و اینجوری شروعش کن. اگه هستی بزن قدش. من با این کانال تلاش میکنم افراد بیشتری شروع کنن و ادامه بدن. هر لایک و کامنتت باعث میشه این مسیر بهتر دیده بشه. شاید برای شما یک کلیک ساده باشه، ولی برای من یعنی یه نفر اونور این ویدیو هست که این تلاش رو داره میبینه. نظرتو برام بنویس. مرسی که تا اینجا با هم بودی.